آخرین خواب دخترک در آغوش مادری که از دنیا چشم پوشیده بود و این دختر چرا تنها گذاشته رفته بود. البته این واقعه هست که هیچ کس نمیخواهد و خداوند بر هیچ کس چنین مصیبت را نیارد. به نام خدایی که بر ما جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران مهربان و از جمله حاضران شبکه کاروان عمر، در یک محله زن وفات میکند. کودکی 1 ساله داشت که بار آخرین در بر مادرش خوابش بود. امام ها برای خواندن جنازه کودک را تا از خوابش خستند 2 ساعت انتظار شدند. در این دنیا مادر را از کودک جدا کردن این کاری خیلی دشوار است. از همین سبب امام ها نیز این کودک را بار آخرین از آغوش مادرش جدا نکردند تا آن دمی که این کودک از خوابش بیدار نشود. تا انتظار شدند. کودک هنگامی از خوابش بیدار شد. بعدا جنازه را شروع کردند. کودک می گفت: خاله جان، عمه جان، مادرم که از خواب بیدار می شود و برای چی شما گریه دارید؟ البته تا این وقت این کودک به عقل بود، نمیدانست که مادرش او را تنها گذاشته رفته است. البته هیچ کس چنین مصیبت را نمیخواهد و ما نیز دعای آن را داریم که خداوند بر هیچ کس چنین مصیبت را نیاورد و هیچ کس به چنین مصیبت مبتلا نشود. پروردگارا، همیشه مادران را در پناه خود نگه بدار و ای فرزند آدم، قدر مادر را تو از شخصان بی مادر بپرس. مادران را خدای عمر دراز بده. مادران را ساق و سلامت در بالای فرزندان نگه بدار. البته قدر مادر را همان شخص میداند که مادر ندارد و قدر پدر را همان شخص میداند که پدر ندارد. تا ما پدر نشویم، تا ما مادر نشویم، و قدر این نعمت های خداوند نمیرسیم. بذار همیشه این 2 ستاره و این 2 چراغ خاندان در بالای سر ما تا ابد باشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.